خواب می دیدم. گوشی زنگ خورد خیلی تا خواب نبینم دیگر و برگردم به پاتختی و صفحه گوشی را ببینم. خاموش شد. خوابیدم. خواب ندیدم. بلند شدم. ظهر. عمه مینا زنگ زده بود. زنگ زدم. قربانش رفتم. تماس را قطع کردم. برگ آزمایش را آوردم. یادم رفته بود. اصلاً سرچ کردم. به بهزاد گفتم چه نوشته. میز چیدم. صبحانه خوردیم. کارها را لیست کردیم. زنگ زدیم دکتر پوست. مسافرت است هنوز خانم دکتر. برای 29 نوبت داد خانم منشی. آقای ابراهیمی جواب نمی دهد. منشی قدرت. باید بروم سونوگرافی تیروئید. کار زیاد داریم. دیشب میترا پیام داد. نگران بود. پرسید زنگ بزند. زنگ زدم. گفت که نذر می کند. میترا همکلاسی دانشگاه هم است خانم استاد. هر وقت کم می آورم نذری می کند برایم.